واقعیتی تلخ است که در سرنوشت یک نفر انسان نقش مدهیش، سیاهی شرمگین و پاک نشونده باقی گذاشته است. دشوارتر بیابه با آموزگاران با خوانندگان به حد دغلانه رفتار میکرد. وای کار نکرده یک درآمد نداشته از کجا اینقدر صاحب خانواده شده باشد؟ یکی از شاخه‌های دیگری پسیکوپاتی این همجنسگرایی میباشد که بسیار در وقت‌های اخیر بسیار معمول شده است. این بچه خیلی کالای زنکای پوشیدن، در پاش زنگ بسته کردن، این میبازید، بازی میکرد. در میهمانخانه دیگرمو در توی و در تمام چیزا میبردن و اونجا رقص و بازی میکردن و بعد از او باز کارهای نامشروع قطعش میکردن. در او صحنه بود که نه باز دیگه از کارهای از او هم مخته شد به این کار، باز خودی او بچه هم موافق شد که امیر هم کارها را با همراهشان بکنه. بچه بازیشان خود در توی میشد. درس میخواد پیش این ملا. این ملا دیگه خودم چی کارا کرد کالای دخترانه در جمعش میکرد. یکی از روزا بعد من رفتم طرف دکان ایرار، میبینم که در زیر پای ایرار چی میگیره؟ ولی گفتم اگه نتیگه بانم نه نمیشه. خب بالاخره کافشوری کنه ما هم داده یک چکر داده بازی بچه دیگه مختار شد. در دوام قریب یک سالی که با همراهی او بود، قریب هر روز و هر شب لباس زنانه پوشانده و پای او زنگوله بسته و او را مجبور میکرد، در اول ها مجبور میکرد که در نزد او رقص بازی نماید تا که خوشحالی خود را خلاصه با همین را تأمین میکرد. این حسیات ها که یک نوع حالت قناعتمندی را در ارگانیسم به وجود می آورد و آهسته آهسته به طلبات باطنی همین نفر آدم تبدیل می یابد. وقتی که یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار اینا به این کارها جلب کرده می شوند، آدمایی می شوند که همیشه در یک فضای محدود زندگی میکنند. این گونه آدما به عرصه سیاست میدرآیند، خرابکاری را میتوانند از خانه خودشان سر کنند. اینا میتوانند نسبت ملت خودشان، نسبت دیار خودشان، نسبت اهل و اولاد خودشان، کشتبار خودشان، باز بس که محبت ندارن، نفرت. این جایی که محبت نیست اونجا خلق نفرت پر میکنند. شرم و ناموس به لباس مانندند، هر قدر فرسوده شوند به شرف نسبتشان همان قدر بے پروا میگردد.